ایلان ماسک توی ایکس پست کرده که اولین بیمار انسانی به زودی دستگاه نرولینک رو دریافت میکنه و پتانسیل بازیابی حرکت تمام بدن رو داره. و همینطور توی دراز مدت نرولینک امیدواره با بهبود پهنای باند انسان به AI و هوش مصنوعی نقش مهمی در کاهش خطر تمدن انسانی داشته باشه. و همینطور در پست دیگه ای اعلام کرده که کارآزمایی بالینی بازه و اگر شما به دلیل آسیب نخاعی گردن یا اسکلروز جانبی به کوادریپلژی مبتلا هستید ممکنه واجد شرایط باشید. ALS یک بیماری کشنده نورون حرکتیه و این بیماری با تخریب پیشرونده سلولای عصبی در نخاع و مغزه و هیچ درمان شناخته شده براش وجود نداره و حالا نورولینک بین انسان و این بیماری قرار گرفته تا بتونه خطر این بیماری رو کاهش بده.